بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. به شبکه پندنامه خوش آمدید. با یک حکایت دیگر از گلستان سعدی شیرازی در خدمت شما هستیم. سعدی می‌فرماید پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد. یک انسانی که بیگناه بود، پادشاه فرمان داد که او را به قتل برسانید. این فرد بیگناه گفت ای پادشاه، به واسطه خشمی که تو را بر من است آزار خود مجوی. گفت ای پادشاه، تو از من خشم داری، به واسطه این خشم به خودت ستم نکن، آزار به خودت مرسان. پادشاه گفت چگونه؟ به چه معنا؟ گفت از برای آن که این عقوبت بر من به یک نفس است و آن به سر آید و به زه آن جاوید بر تو بماند. گفت عقوبت من یک نفس است، من را یک شمشیر به گردن من میزنی و من از دنیا میروم، اما به زه آن یعنی گناه آن و به زهکاری و این ظلمی که در حق من کردی تا ابد در گردن تو میماند. این هشدار است به کسانی که ظلم میکنند، ستم میکنند، ناعادلانه کسانی را به زندان می‌افکنند، سالها، ماهها، روزها از عمر یک انسان را تلف میکنند. خوب باید دقت کنند. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی، زشت و زیبا بگذشت. همچنان که باد از صحرا میگذرد، خوبی و خوشی، زشت و زیبا از این دنیا میگذرد. پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد. ستمگر فکر کرد که در حق ما ظلم کرده است، در گردن او بماند و بر ما بگذشت. در گردنش میماند و از ما بگذشت. او فکر میکند اگر سر ما را قطع کند، اگر جان ما را بگیرد، اگر ما را در زندان کند، ما را فقیر نگاه دارد، خودش بالاتر میرود، در صورتی که دنیا تمام میشود یک روزه. از گردن ما این ستم میگذرد و بر گردن او میماند. اما پادشاه که بسیار انسانی به دنبال فایده بود و کمی هم وجدانش بیدار بود، این را که شنید گفت ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سر خون او درگذشت. ملک دید که این نصیحتی که این کرد بسیار خوب است و او را به قتل نرساند. نمانند دیگر کسانی که قدرت دارند این گوشها را بستند و هیچ نصیحت و سخن نیک را گوش نمیسپارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.